حد بگذارن. ما این رو امتحان کردیم در دهه 80 سر سوخت 20%. رئیس جمهور آمریکا 2 نفر از رؤسای جمهور دوست ما رو خودش واسطه کرد که به ایران بگید یه مقداری از غنیسازی‌های 3.5% رو به ما بده، ما 20% رو که احتیاج داره بهش میدیم. ما احتیاج داشتیم به 20%. مسئولین قبول کردن. بنا شد که مبادله بشه. بنده گفتم که این مبادله باید اینجوری باشه که اونا 20% رو بیارن بندر عباس، ما آزمایش کنیم ببینیم درسته، بعد اونو میگیریم 3.5% بهشون میدیم. وقتی دیدن ما روی گرفتن 20% دقت داریم و اصرار داریم، زیر قول خودشون زدن و ندادن. البته در همین اوقات، در همین حین که مشغول این زد و خوردهای سیاسی بودن مسئولین ما سر این قضیه، دانشمندان ما خودشون در داخل 20% تولید کردن.